من کتابو توی 2 زنگ کلاسی توی مدرسه با دانش آموزان با هم خوندیم. دیروز توی اتوبوس 110 صفحه‌شو خوندم، رسیدم تهران تا ساعت 4:30 دیگه اذان صبح بود تمومش کردم. برای منی که ADHD دارم و باید همش تکون بخورم، یک جا نشستن واقعا نعمت بود برام. ولی از ساعت 9 صبح تا ساعت 1 بعد از 4 ساعت بکوب تمامش کردم. همین الانم که تو صف بودم گفتم اگه الانم خریدید وایسید بخونید تا برسید به امضا. چون شاغل هستم توی بیارتی با شرایط خیلی سخت، ولی لحظه چشم از مس بر نمی داشتم. هنوزم درگیرشم. عصبانی شدم، مشت کوبیدم، خندیدم، گریه کردم، هرسم در اومد. خیلی دوست داشتن. بعدش اصرار داشتن که به همین مضمونی انشا بنویسن و نوشتن. حتی به شدت جذاب شد. رها یه دختره که توی شرایط سختی بود، یه چیزی رو تجربه کرده بود که نمیخواست عنوان کنه دیگه. توی اتوبوس روم نمیشد دیگه، اشک بریزم. می‌خواستی تون بخونی ببین آخرش چی میشه، همین یواش یواش بخونی، هر کلمه‌شو هر جمله‌شو درک کنی. و آخر داستان قشنگ زده بودم زیر گریه. من بیشتر حالت خشم داشتم تا اشکم نرمد. راستیتش اونجایی که سیلی خورد. یه سری سیلیا حتما نباید فیزیکی باشه، یه سری سیلیا با حرفاست، با رفتاراست. موقع خواب شخصیت‌ها کامل تو ذهنم. من انگار دورشیدا برام یه شخصیت واقعی بود. هی تصورش می‌کردم تو دنیای واقعی. داستان 3 تا نسل مختلف بود، برام خیلی جالب بود. اینکه یه کتاب بتونه اینقدر تو رو فریاد بزنه خیلی حس قشنگه. این دختر نیستی که بفهمی و من از اعماق وجود درکش. همه دوستام که اهل کتابن یا دوست دارن یه کتابی رو شروع بکنن برای اینکه کتابخون بشن، حتما معرفیشون. من تمام مدت دارم به تک تک قسمت‌ها و تک تک اتفاقایی که افتاده فکر میکنم. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. به نظرم فکرها رو تحت تاثیر قرار میده که با دست‌های فقیر، با چشمای محروم و با پاهای خسته فقط یه زن بود و من به زن بودنم افتخار میکنم. با دستای فقیر، با چشمای